بریم ببینیم عمان چه خبره که انقدر ایرانی‌ها میان عمان. فقط با 2 ساعت و نیم پرواز از کشوری که یکی از بی‌ارزش‌ترین پولای دنیا رو داره وارد کشوری شدیم که ریالش سومین پول با ارزش دنیاست. حالا مگه چه خبره؟ اینجا عمانه، شهر مسقط. یه سری از ایرانی‌ها به قصد سرمایه‌گذاری و بیزنس میان و دنبال ثبت شرکت، واردات و صادرات و یا حتی خرید ملک چون به نسبت کشورهای دیگه سرمایه اولیه کمتری میاد. مثلا ثبت شرکت می‌کنی و با 20000 ریال اقامت 2 ساله می‌گیری. عمان کشوری که ثبات اقتصادی و سیاسی داره، تورم نداره و مالیات بر درآمدش تقریبا صفر. تازه سختگیری‌های امارات و قطر رو هم نداره. یه سری دیگه از ایرانیان با خرید ملک اقامت کوتاه مدت میگیرن به ارزش 200,000 ریال. فقط یه نکته داره، ما ایرانی‌ها به عنوان خارجی فقط میتونیم توی 5 منطقه از مسقط خرید ملک داشته باشیم که الموج بزرگترین و بهترین پروژه‌شونه که دیگه الان شده یه مقصد گردشگری. یه سری از ایرانی‌ها هم که تحصیل کرده و متخصصن میان اینجا چون به شدت بهشون نیازه و حقوق دلاری میگیرن. تو مسقط سیستم حمل و نقل عمومی به شدت ضعیفه و معمولا توریستا ماشین رنت میکنن و من هم از شعبه عمان سعادت رنت که قبلا هم بهتون معرفیشون کرده بودم با یه قیمت مناسب ماشین رنت کردم و تو فرودگاه مسقط بدون هیچ دردسری ماشین رو تحویل گرفتم. حالا حس من نسبت به عمان چیه؟ انگار رفته بودم شهرهای جنوبی ایران مثل قشم و کیش و عسلیه ولی مدرن‌تر با پوشش متفاوت‌تر و ماشینای لوکس در سطح شهر. و از اونجایی که عمان پادشاهیش رو مدیون ایرانه، برعکس خیلی از کشورهای عربی رفتار خیلی خوبی با ما ایرانی‌ها دارن و خیلی هم مردمان با فرهنگ‌تری هستن نسبت به کشورهای جنوبی خلیج همیشه فارس. از نظر هوا هم رطوبت و گرد و خاک دبی رو نداره. هزینه سفرش هم نسبت به خیلی از شهرهای ترکیه به صرفه تره. حالا تو به من بگو دبی بهتره، مسقط یا استانبول؟